26 مرداد 1401 تل‌آویو. این تصاویر به مراسم معارفه رئیس مهمترین بخش موساد یعنی میز ایران مرتبط است. رسانه‌های غربی سعی کردند با گفتن اینکه برای اولین بار یک زن رئیس میز ایران شده واقعیت دیگری را بپوشانند. رئیس قبلی میز ایران در موساد که 5 سال در این سمت بود برکنار شده بود. رژیم صهیونیستی برای 3 هفته این خبر را پنهان کرد، چون این تغییر و تحول حاشیه یک خبر بزرگتر بود، خبری که تا مدتها از چشم جهان پنهان ماند. رسانه‌های غربی تمام تلاش خود را کردند که با هیاهو این خبر بزرگ را پنهان کنند. On behalf of the Mossad, Iranian state media is not reporting how many people were arrested and has not given their nationalities. زلزله‌ای در راهروهای موساد در تل‌آویو رخ داده بود. زلزله‌ای که ایران به راه انداخته بود. رژیم اشغالگر قدس نه فقط رئیس میز ایران که همه اعضای اصلی این میز را هم بیرون انداخته بود. چه اتفاقی افتاده بود که صهیونیست‌ها چنین دچار نگرانی شده بودند؟ این روایت بزرگترین بمب رژیم صهیونیستی است که هیچ وقت منفجر نشد. عملیاتی که در محافل اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به آن می‌گفتند عملیات بزرگ. اول مرداد 1401 تهران، ایران. وزارت اطلاعات از دستگیری چند تروریست مرتبط با موساد خبر داد و روز 5 مرداد در اعلامیه دیگری توضیح داد که این تروریست ها به کدام گروهک تعلق و چه برنامه‌ای در ایران داشتند. درست از فردای همین بیانیه دوم بود که BBC فارسی به مخاطبین خود القا می‌کرد چنین تروریست هایی که با موساد در ارتباط باشند وجود خارجی ندارند. ژیار گل، خبرنگار مرتبط با رژیم صهیونیستی و گروهک‌های تجزیه طلب، در این گزارش چند دستگیری مختلف توسط چند نهاد امنیتی ایران را به یکدیگر مرتبط می‌کند تا شاید بتواند خبر اصلی را پنهان کند. و درست در همان روز به جز BBC فارسی، شبکه سعودی صهیونیستی ایران اینترنشنال نیز با عبدالله مهتدی سرکرده گروهک کموله مصاحبه کرد. ببینید همونطور که اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب ما به روشنی گفته این اتهامات بی اساس. مهتدی سرکرده گروهک کموله مدعی بود که ایران دروغ میگوید و افرادی که دستگیر شدند ربطی به موساد ندارند و ادعاهایی مثل بقیه ادعاهای دروغین جمهوری اسلامی ما قویاً این رو تکذیب کردیم. رادیو فردا هم گزارش مشابهی را کار کرد. اما مگر چه اتفاقی افتاده بود که ارتباط تروریست های دستگیر شده با موساد باید انکار می شد؟ داستان این تروریست های دستگیر شده چه بود؟ ماجرا از سال گذشته آغاز شد. از اینجا تابستان 1400 تل‌آویو، فلسطین اشغالی. مقر سازمان جاسوسی اسرائیل یا همان موساد این روزها شاهد یک تغییر و تحول است. یوسی کوهن، رئیس موساد که به مدت 6 سال این مسئولیت را به عهده داشته، حالا جای خود را به معاونش می‌دهد، دیوید بارنیا. بارنیا از زمستان قبل که فهمیده قرار است جایگزین کوهن شود، برای شروع به کار خود و اثبات لیاقتش به هیئت حاکمه صهیونیست‌ها به یک عملیات خارق‌العاده نیاز دارد. طراحی این عملیات با مهمترین بخش موساد است، یعنی میز ایران. در این مدت یک نقطه مهم برای عملیات آینده انتخاب می شود. یک مرکز حساس صنعتی در اصفهان. بارنیا در این مرکز حساس صنعتی انفجاری می‌خواهد که صدای مهیبش را همه رسانه‌های غربی بتوانند پوشش دهند. بزرگترین جنگ روانی علیه ایران قرار است با یک بمبگذاری بزرگ آغاز شود. این مرکز صنعتی در اصفهان همه خصوصیات لازم برای ضربه موساد را دارد. اصفهان از سالهای پیش به یکی از مراکز مهم صنعتی از جمله صنعت هوایی ایران تبدیل شده است.
در سالهای اخیر بعد از تحریم‌های آمریکا، ایران امکان خرید هواپیمای غیر نظامی را ندارد. در این مرکز در اصفهان دانشمندان ایرانی با تولید یک آلیاژ خاص به شکل نورد سعی می‌کنند به فناوری ساخت بدنه هواپیما برسند. این مرکز برای صهیونیست‌ها ایدئال است چون غیر نظامی است و پوشش حفاظتی سختی ندارد و در این حال ضربه به آن متمایز است. صهیونیست‌ها قصد دارند سراسر چرخه تولید را منهدم کنند. این مرکز به یک کارخانه بزرگ مواد شیمیایی نزدیک است و موج انفجار آن می‌تواند آسمان مناطق زیادی را تیره کند. انفجار باید در یک روز کاری انجام شود، روزی که مهندسان و نیروهای فنی هم در مرکز حضور داشته باشند و با حداکثر تلفات انسانی دانشمندان متخصص ایرانی هم حذف شوند. اما این عملیات تاریخی را چه کسی باید انجام دهد؟ پاسخ در اینجاست. زمستان 1399 سلیمانیه، اقلیم کردستان عراق. گفتم که میخوام بیام برای کومله اونجا عضو بشم و مشکلم اینه که مواد مخدر مصرف میکنم و گفت مشکلی نداره، میتونی بیای اینجا و عضو کومله بشی. رفتم و تو سلیمانیه به کمپ کومله رفتم. اونجا پیشمرگ بودم یه مدتی رو. گفتن تو 24 ساعت حق داری به اینا فکر کنی، اگه قبول کردی دیگه نمیتونی بیای بیرون و نباید، چون حزب رو تو سرمایه گذاری میکنه و نباید هیچ کس هم در این مورد چیزی بفهمه. بهش میگن کمبلی یه اردوگاه نظامیه، اردوگاه کومله، یه حزب کردیه که ضد ایران کار میکنه و توی منطقه سلیمانیه است. کومله که بعد از پیروزی انقلاب در سال 57 با هدف جدا کردن کردستان از پیکر ایران تأسیس شده بود، در نوروز 1358 در سنندج مرکز استان کردستان جنگ خونینی علیه نیروهای انقلاب به راه انداخت و در مدت 28 روز کشتار وسیعی علیه مردم کرد منطقه به وجود آورد. بعد اون روزی که کومله به وجود اومده رو هر سال جشن میگیرن. اون روزی که مثلا 70 نفرشون کشته شده اونو جشن میگیرن. در آن زمان گروهک کومله برای ایجاد رعب در میان مردم به یک ترفند خوفناک متوسل میشد. سر نیروهای مخالف خود را میبریدند و در انجام این کار شهرتی سیاه پیدا کردند. در دوران تجاوز رژیم بعث عراق علیه ایران، صدام از کومله به عنوان ابزاری علیه ایران استفاده می‌کرد و از این گروهک تروریستی حمایت‌های مالی می‌کرد. کردستان به مقاومتش ادامه داد اما تک افتاد. در تمام این سالها کومله یک حامی ثابت پیدا کرده بود: رژیم صهیونیستی. تجزیه و تبدیل ایران بزرگ به کشورهای کوچکتر رویایی است که رژیم صهیونیستی حداقل 40 سال است در سر دارد. این هدف مشترک باعث شده تا گروهک‌های تروریستی غرب کشور و صهیونیست‌ها دهه‌ها دست در دست هم با هم سابقه همکاری داشته باشند. برای همین عجیب نبود که در زمستان 1399 جاسوسان اطلاعاتی میز ایران در موساد با عبدالله مهتدی سرکرده گروهک تروریستی کومله تماس گرفتند و از او خواستند از میان زبده‌ترین نیروهای گروهک چند تیم 4 نفره را برای انجام تست و آزمون‌های پذیرش برای یک عملیات بزرگ در اختیار موساد قرار دهد. مهتدی همراه با معاونش عبدالله آذربار پس از مشورت با یکدیگر اسم و مدارک چند تیم 4 نفره مختلف را به موساد دادند. توی حزب کومله توی یکی از خونه ها ما رو صدا زدن و اونجا ما رو جمع کردن. یه نفر به اسم عبدالله آذربار که میشه نفر دوم حزب کومله در سلیمانیه ما رو صدا زد، گفت شما کومله شما رو انتخاب کرده برای دیدن دوره آموزشی نظامی آمریکایی در کرکوک. گفتم کارسیه، گفتن میری کرکوک دوره میبینی و برمیگردی. اما به زودی معلوم میشد مقصد نه کرکوک است و نه اردوگاه آمریکایی ها. ابتدا با گرفتن آزمون از سوی افسران موساد یکی از این تیم ها انتخاب شدند.
اون جلسه ای که میگرفتن بهت میگفتن که نباید حرف این جلسه رو پیش هیچ کس دیگه بگی. اگه بتونی این راز و مخفی نگهداری توی دوره شرکت داده میشی، ولی اگه پیش یک کس دیگه حرف بزنی ما میفهمیم و حذفت میکنیم. وقتی که ما نشسته بودیم تا 6 نفر بودیم، از اون 6 نفر فقط من موندم. اعضای منتخب این تیم عبارت بودند از پژمان از اعضای شاخه عملیاتی گروهک، محمد مسئول سایبری گروهک، محسن مسئول آموزش نیروهای تازه وارد و بالاخره وفا برادرزاده عبدالله آذربار معاون گروهک تروریستی کماله. تیم‌های دیگر که انتخاب نشده بودند نیز با این تصور که در اشراف اطلاعاتی ایران قرار ندارند به زندگی عادی خود برگشتند تا بعداً برای عملیات‌های دیگر به موساد معرفی شوند. بعد یه مدتی منو دوباره صدا زدن و بردن توی شهر سلیمانیه توی آپارتمان. ما رو بردن به یه آپارتمانی توی پاک سیتی که منطقه بالا شهر سلیمانیه تقریبا. 4 تروریست منتخب قبلا عملیات‌های تروریستی متعددی از جمله مینگذاری علیه مرزبانان و شهروندان کرد ایرانی را در کارنامه خود داشتند که قربانی این مینها معمولاً کودکان و کولبران مناطق مرزی بودند. اما این بار مأموریت پیش روی این 4 نفر در سطحی کاملا متفاوت انجام می شد. آنها باید آموزش‌های خاصی برای یک هدف دشوار می‌دیدند و محل آموزش هم باید جایی دوردست می بود. جایی که صهیونیست‌ها تصور می‌کردند هیچ یک از نیروهای اطلاعاتی ایران از وجودش مطلع نباشند. جایی در یک قاره دیگر. ما از شهر سلیمانی تا یه جایی با ماشین رفتیم. از اونجا یه ونی اومد دنبال ما رو برد داخل یه خونه متروکه‌ای. خیلی تاریک بود، ما جارو نمی‌دیدیم. چند کس به انگلیسی حرف می‌زدن، اصلا متوجه نمی‌شدیم. فقط یکی باشون بود گفت هر چی میگم انجام بدید. ما رو بردن توی اون خونه خرابه و با این چراغ‌های قرمز که جلوی سرشون بود، تاریک بود. ما رو بازرسی کردن، بازدید بدنی کردن، بازدید وسایل کردن، بهمون چشمند زدن و ما رو با یه ماشین بردن فرودگاه. وقتی رسیدیم پیش هواپیما اینا یه سگ آوردن که ما رو بررسی کنه، بازرسی کنه و بعد از این با همون چشمند و هدفونایی که گوشمون بود ما رو سوار یه هواپیمای باری کردن. تقریبا میتونم بگم 2 ساعت و نیم 3 ساعت پرواز کردیم. بعد از 3 ساعت به یه فرودگاه دیگه رسیدیم دوباره. وقتی که نشست ما چشم بندویی نداشتیم. از اونجا سوار یه هواپیما شخصی شدیم و وقتی هواپیما پرواز کرد چشمندا رو برداشتیم. 12 ساعت توی راه بودیم. بعد که رسیدیم پرسیدم اینجا کجاست؟ هممون پرسیدیم، گفت اینجا کشور بوتسوانا است. صهیونیست‌ها سالهاست که در آفریقا یک مافیای بزرگ قاچاق غیرقانونی عاج و الماس و دیگر اشیای گرانبها را شکل دادند. اما آفریقا در سالهای جنگ داخلی دست دسته شد و صهیونیست‌ها با فروش سلاح و خرج دلارهای آمریکایی از گروهک‌های مختلف مسلح داخل آفریقا حمایت کردند تا در آتش اختلافات و تنازعات بدمند. هرچه جنگ‌های داخلی بیشتر میشد، صهیونیست‌ها راحت‌تر می‌توانستند به شبکه مافیای قاچاق الماس و عاج و اشیای گرانبها توسعه ببخشند و سران قبایل مسلح را بخرند. به تدریج رژیم صهیونیستی توانست با حمایت از ارتش‌های قبیله‌ای در دل آفریقا یگانهای جاسوسی و آموزشی تأسیس کند تا از مهمترین مراکز حضور ماموران موساد باشند، مامورانی که با پوشش تاجر و جهانگرد به آن پایگاه‌ها می‌روند. یکی از بچه‌ها توی گروهمون گفت ما داریم برای جایی کار می‌کنیم، برای سازمان جاسوسی و الا برای دوره نظامی ما تا اینجا نمیتونیم بیایم. با یه سری آدم آشنا شدیم، یه گروه بودن. اون گروه مسئول گروه فرشاد بود، خودش خارجی بود ولی فارسی میتونه صحبت کنه با لهجه زیاد. گفت من فرشاد هستم و من مسئول آموزش شما هستم. و در یک پایگاه آموزشی تحت حمایت گروه‌های مسلح آفریقایی این تروریست‌های منتخب باید زیر نظر 20 نفر از زبده‌ترین افسران موساد آموزش می‌دیدند. یه عده زیادی هم 20 نفری 15 نفری اومده بودن برای دوره
و به ما دوره دادن. پول اومده بود، مارکو اومده بود، بابک اومده بود، سم اومده بود. آموزش ها اساتید به زمان انگلیسی صحبت میکردن و مترجم اونا رو به فارسی ترجمه میکرد. روز اولو یه 4 تا آمپول به ما زدن، گفتن برای پشه مالاریا است و نفری یه بسته قرص هم به ما داده بودن که هر روز یکیشو بخوریم. این دوره آموزش های اولیه بود. از رانندگی، تیراندازی، کار کردن با سیستم این کامپیوتر خودشون که چطور رمز بزنی، چطور فعالش کنی، چطور نامه بفرستی، نامه دریافت کنی. همون وسایل ارتباطی که باهاشون صحبت کنیم و دیده بودیم، از جمله ویندوز قرمز و یه سامسونگ هم داشتیم برای اینکه بتونیم باهاش مسیریابی کنیم و فیلم برداری مخفی انجام بدیم. آموزش دیگری که در دوره اولیه به تروریست ها داده میشد، طرز استفاده از تکنولوژی های روز مانند ویندوز قرمز و ابزارهای ارتباط امن سایبری با افسران دشمن را داشت. این فلش مخصوص ویندوز قرمزه که برنامه ویندوز قرمز داخلش رو اینجا نصب میکنی، بعد روشن میکنی کامپیوتر رو، بعد از اونم افتر رو فشار میدی. افتر رو وقتی فشار دادی یه گزینه میاره به اسم USB، بعد از USB رو کاور اینتر میکنی. اینتر که کردی اینجا یه صفحه تاریک میاد با شکل 17 تا کلمه است که این 17 تا کلمه پسورد ویندوز قرمز. 17 تا رو داخل میکنی و میاد بالا، سیستم ویندوز قرمز میاد بالا و آماده کار میشه. بعدم یه فلش دیگه داریم که این فلش هم مال نام فرستادن و نام اومدنه و اونا به ما گفته بودن که این سیستم امنی و هیچ کس نمیتونه اونا رو بخونه، ولی با ما وقتی اومدیم اینجا و دستگیر شدیم، پرینت همه پیامایی رو که برامون فرستاده بودن یا فرستاده بودیم و به ما نشون دادن. اسپیکرهای مجزای کوچکی هم همراه تروریست‌ها بود که مموری‌ها در آن جاسازی می‌شد. جاسازی از طریق استفاده از آچارهایی که در جهت معکوس حرکت می‌کرد، بخش دیگری از آموزش‌های کار با ابزار کامپیوتری بود. مموریایی که متعلق به هک و برنامه‌های ارتباط مثل برنامه ارتباط دیگه مثل ویندوز قرمز بود و مموریایی که کلاً مهم بودن و داخل این اسپیکر می‌ذاشتیم. این اسپیکر هم اینجا 4 تا پیچ داره، با پیچ‌گوشی مخصوصش این 4 تا پیچ رو باز می‌کردیم و اینجاش هم که یه لایه محافظ داره، مال قسمت مخفیه که استیکرها رو داخلش می‌ذاریم، اینم پیچ داره، اینا رو باز می‌کردی و قسمتی رو که مموریا رو باید داخلش جاساز می‌کردی این قسمت هستش که از اینجا یه تقریبا روزانه مانندی داره، اینو فشار میدی و اینجا رو میتونستی تقریبا 10 تا یا 12 تا مموری های مورد نظر رو اینجا جاساز کنی و پنهان کنی. در مورد این عطر هم در ظاهر یه عطر، ولی یه مخفیگاه مموری کارت سر عطر خود مخفیگاه است. اینجا میتونی بپیچونی و بازش میکنی. وقتی بازش کردی اینجا 5 تا خشاب رو میبینی که هر کدوم از این خشابا یه مموری کارت رو جمع میگیره. یه روز تقریبا یه روز آموزش تلفن دادن، تلفن محوری و گریم کردن، استفاده از کارت‌های ملی، داستان پوششی. آموزش تغییر اثر انگشت رو دیده بودیم، به وسیله یک باند زخم چسب میریختی روش و یه دقیقه نگه می‌داشتی، بعد با الکل و گوش پاکون دور و برش رو خوب تمیز می‌کردی و وازلین می‌زدی و شبیه انگشتت می‌شد و یه لایه اثر انگشت میومد روی انگشت. در این دوره تروریست‌ها به طور تخصصی آموزش کار با کیت پیشرفته تغییر چهره می‌دیدند که طوری که بتوانند سر و صورت خود را به طور کامل با تجهیزاتی غیر عادی تغییر دهند، طوری که حتی اگر چهره آنان در دوربین ثبت می‌شد به هیچ وجه قابل شناسایی نبودند. آموزش تخصصی تیراندازی در موقعیت‌های مختلف یکی دیگر از آموزش‌هایی بود که در دوره اولیه داده می‌شد. اسلحه اصلی آنان سلاح کمری گلک بود که در اتریش ساخته میشد و یکی از سلاح‌های مورد استفاده برای نیروهای امنیتی بیش از 48 کشور جهان به شمار می رفت. خشاب عادی گلک 17 گلوله 9 میلیمتری در خود جای می دهد و خشاب‌های بزرگتری با 24 یا 33 گلوله هم تأمین شده بود که مشخص بود برای تیراندازی متعدد به کار می رفت.
نسخه تاکتیکی این سلاح به تجهیزات مادون قرمز و لیزری برای نشانه‌گیری مجهز می شود و در مجموع یکی از کارآمدترین سلاح‌های کمری جهان است. این دوره‌ای که الان می‌بینید توی این یه ماه فقط صرفاً جهت اینه که شما بتونید راحت وارد خاک ایران بشید، اونجا خرید کنید، اونجا رو ببینید و باهاش راه بیایید. بعد از این دوره یک ماهه هر 4 نفر به اقلیم کردستان برگشتند. در تمام این مدت این 4 تروریست از هر گونه گفتگو حتی با عزیزترین کسان خود منع شده بودند. صهیونیست ها تهدید کرده بودند که هر گونه درز اطلاعات به خانواده حتی منجر به مرگ اعضای خانواده آنان خواهد شد. سپس این 4 نفر برای دوره تخصصی دوباره راهی یک اردوگاه آموزشی در آفریقا شدند. این بار در کشور رواندا. وقتی رسیدیم رواندا ما رو بردن یه جایی اسمشو گذاشته بودن اکادمی، شبیه یه پادگان نظامی بود. اکادمی توی منطقه بود، منطقه نظامی سربازی رواندا بود. پلیسای رواندا اونجا بودن، ارتش رواندا اونجا بود. 2 تا استقبال رسمی می‌خورد، بعد به اکادمی می‌رسیدیم. این بار تمرین کاملا عملی بود. یک ماکت از مرکز صنعتی اصفهان بر اساس نقشه ماهواره‌ای ساخته شده بود. روبروی اکادمی سوله ساخته بودن مثل کارخونه که قرار بود روش بمبگذاری انجام بدیم. می‌خواستم در باز کنم، گفت الان خیلی زوده نمیتونی. بعد از ظهر کامل تا غروب توضیح دادن که این چی هست، این عکسشه، این فیلمشه و این شبیه سازی است. صبحش ما رو بردن داخل کارخونه که ببینیم چی داخل اون کارخونه است که ما با اون آشنا بشیم. دقیقاً مثل اون ساخته بودن، دستگاه‌های داخلش رو هم اندازه اون، توالت‌ها، جای نگهبانی، همه چیز مثل اون ساخته بودن. اندازه خیابونش مثلا جادهش چقدر پهن بود اونجا همون بود. اندازه کارخونه چقدر بود اونجا هم طبق اندازه کارخونه به متراژ کارخونه ایران اونا رو شبیه سازی کرده بودن. این 4 تروریست هر روز بارها و جمعاً بیش از 70 بار در این ماکت عملیات اصلی را تمرین می‌کردند. اونا گفتن به ما شما انقدر تمرین میکنید در این کارخونه که خیلی براتون راحت باشه. ابتدا تروریست ها باید آژیر خطر کارخانه را تحت کنترل در می آوردند و سپس راههای ورود و خروج به کارخانه را کاملا کنترل می کردند. بخشی از این مرحله نیازمند تجهیزاتی الکترونیکی داشت که می توانست آژیر و درهای اتوماتیک را تحت من آموزش اینو دیده بودم که وقتی مرحله اول میرسیم جلوی در کارخونه یه سیستمی بود آژیر کارخونه رو کنترل میکرد و نمیذاشت صداش در بیاد و هشدارهایی که باید برای صاحب کارخونه میرفت از طریق آژیر به این دستگاه میومد. این دستگاهی که اینجا میبینید به ظاهر یک پاور بانکه، ولی در اصل یه دوربینه که اینجا لنزشه و میتونی دور و برتو با این کنترل کنی. این از طریق این موبایل با هم ربط میشن، از طریق وای فای اینجا میتونی درش رو برمیداری و توی موبایل آیدی و پسوردش رو پیدا میکنی و اینجوری با هم ربط میشه. اینا رو میذاشتیم روی دیوار کارخونه و از طریق این موبایل میتونستیم ببینیم که کسی میاد یا کسی میره. از قبل 8 نقطه اصلی در کارخانه برای جاسازی 8 بمب بزرگ مشخص شده بود. این 8 بمب از یک تکنولوژی کاملا جدید و ناآشنا استفاده میکرد که با وجود اندازه نسبتا معمول و قابل جاسازی میتوانست انفجاری چند برابر حد طبیعی ایجاد کرده و کل کارخانه و محیط اطراف را در یک چشم هم زدن از روی زمین محو کند. آموزش بمبگذاری بود روی دستگاه‌های کارخونه برای نابودی کل دستگاه. اونجا یه بمب داشتیم که داخل باتری بود، بهش میگفتیم ترمینال. هر 3 تا کابل از این وصل میکردیم و یک کابل هم داشتیم تقریبا 50 متری از طرف فیوز می اومد و وصل میشد به این ترمینال و همشون اینجوری به هم ربط میشدن. سمت فیوز 2 تا پین داشت، 2 تا پین رو میکشیدی بالا، یه چرخ میزدی، 2 تا چراغ سبز روشن میشد و به چشمک میزد. بعد اینم کلا پیما پیچ میشدن، کلا همشونو باز میکردی تا آخر که باز میشد و این 2 تا پیمو وقتی در می آوردی دیگه بمب مسلح بود. از چند بمب کوچک آهنربایی هم برای امهای وسایل و تجهیزات الکترونیکی پیش از مرحله فرار استفاده میشد.
البته بعد از عملیات تجهیزات باقی مانده را هم با یک اسپری خاص نابود می‌کردند که روی اسناد و ابزارها افشانده می‌شد و این وسایل را به شکل یک توده بیشکل و خمیرمانند در می‌آورد تا ردی از تکنولوژی به کار رفته در این عملیات به جا نماند. تموم می‌شد، فوم و دبه داشتیم، اسلحه ها و گوشی ها رو داخل دبه میریختیم و فوم میریختیم و پرتش میکردیم. وفای گالونی بهش داده بودن، این گالون رو با چاقو پاره میکرد، وسایل رو کلا میریختوش و روی این فوم میریخت و میذاشت داخل یه نایلون آشغالی و یه نقطه‌ای که مشخص کرده بودن توی مپس میبرامون، به اون نقطه که میرسیدیم اونو پرت میکردیم. بالاخره این مرحله از تمرینات بعد از 1 ماه به پایان رسید. 4 تروریست به اقلیم کردستان برمیگردند تا منتظر خبر جدید بمانند. در همین مدت است که دیوید بارنیا به طور رسمی جایگزین یوسی کوهن در موساد می شود. بارنیا در سال 96 میلادی به موساد پیوسته و فرماندهی واحدهای عملیاتی رو در داخل و خارج کشور بر عهده داشته. گفته میشه اون در حال حاضر یکی از مجربترین مسئولان موساد و متخصص مبارزه با گروه‌های حامی حکومت ایران به ویژه حزب الله لبنان. بارنیا در قدم اول فرشاد مسئول مستقیم تیم عملیاتی را کنار میگذارد و بهراد افسر اطلاعاتی نزدیک به خود را مأمور مستقیم این عملیات می‌کند. بعد از 1.5 سال تقریبا زیادتر گفتن که فرشاد عوض شده و به یک کسی به اسم بهراد اومده جاش. ما رو صدا زد داخل آپارتمان امن سلیمانی و اونجا ما با کسی که مسئول تیممون شده بود، عوامل اسرائیلی به اسم بهراد، اونجا صحبت کردیم. در بهار 1401 نیز برای آخرین بار به تانزانیا یکی دیگر از کشورهای آفریقایی رفتند تا آخرین آموزش‌ها را انجام دهند. در آنجا بود که متوجه حضور یک مهمان ویژه شدند. مهمانی که در واقع میزبان اصلی این 4 نفر بود. دیوید بارنیا که به تازگی به ریاست موساد رسیده بود، حالا شخصاً به آن پایگاه آموزشی آمده بود تا با صحبت‌هایش به تروریست‌ها روحیه داده و آنان را به موفقیت عملیات دلگرم کند. بارنیا کاملا امیدوار بود که در اولین عملیاتش علیه ایران که اسمش را عملیات بزرگ گذاشته بود، به یک موفقیت بزرگ هم میرسد. در این دوره نقشه‌ها بنا به آخرین تغییرات در محل انجام عملیات دچار تحولاتی شده بود. دوره بیشتر یادآوری بود و یه چیزی هم تغییر داده بودن. مثلا قرار بود سری اول با یه ماشین برن تو کارخانه، این بار با 2 ماشین قرار بود بیاد. یه تغییر این بار تو روش کنترل و بمب و منفجر کردنش ایجاد کرده بودن. دفعه قبلی این بود که پیما رو میکشیدی و میچرخوندی و خودش اتوماتیکوار اون تایمی که بهش داده بودن، مثلا 3 ساعت 4 ساعت بعد اون منفجر بشه. این بار این سیستم جدید رو آوردن و گفتن که به وسیله یه باتری و یه راوتر میکروتیک کوچیکو با یه گوشی سامسونگ از طریق اینترنت ما میتونیم اینو کنترل کنیم. دیگه هر زمانی بخوایم تایمر فیوز رو زیاد کنیم، کمش کنیم یا آن واحد منفجر کنیم، میتونیم کنترل داشته باشیم. همزمان افسران موساد با فردی به نام آزاد در اقلیم کردستان و فردی به نام امید در غرب ایران هماهنگی‌های لازم را انجام دادند. آزاد این 4 تروریست را باید به مرز برساند. کولبرهای ناآگاه همیشه از سوی سردسته‌های آگاه خود مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. این سوء استفاده بیشتر از سوی سرکردگان قاچاقچی که کولبرها را هدایت می‌کنند انجام می‌گیرد. یکی از سوء استفاده‌های رایج از کولبرها قاچاق کالاهای غیرقانونی مانند قاچاق سلاح یا تجهیزات بمب است که برای تروریست‌ها و گروه‌های خلافکار در داخل ایران کاربرد زیادی دارد. اما گاه به جای تسلیحات برای تروریست‌ها، این خود تروریست‌ها هستند که با راهنمایی کولبرها وارد ایران می‌شوند. این بار نیز در مرز کولبری به نام آزاد این 4 تروریست را در بین کولبرهای دیگر از پیچ و خم کوهستان به ایران رساند. به هر یک از این 4 نفر وسایل شخصی نیز تحویل داده شد. برای این افراد کارت ملی جعلی طوری جعل شده بود که در صورت استعلام اطلاعات آن شبیه به اطلاعات شهروندان واقعی تایید می‌شد و هیچ کس به جعلی بودن آن شک نمی‌کرد.
برای تکمیل مدارک کارت بانکی جعلی هم در میان تجهیزات وجود داشت که اگر ماموران امنیتی در هنگام شک کردن به هویت افراد مدارک آنان را بررسی کنند، با دیدن کارت بانکی از هویت آنان مطمئن شوند. کوچکترین جزئیات ایمنی در این عملیات بررسی و برایش طراحی شده بود. تمام این وسایل همراه با خود تروریست ها در اختیار آزاد قرار گرفته بود تا آنان را از مرز عبور دهد، طوری که به زعم خودشان از دید نیروهای مرزبانی ایران پنهان بماند. آزاد در سمت عراقی مرز زیر نظر سرکرده‌ای به نام سعید بود و از سوی مرز ایران زیر نظر سرکرده دیگری به اسم امید قرار داشت. آزاد تروریست ها و تجهیزات آنان را در این طرف مرز و در یک نقطه امن به امید تحویل داد و امید نیز آنان را به خانه امنی منتقل کرد. صبح روز بعد مطابق فرمان مأموران موساد این 4 نفر به 2 گروه 2 نفره تقسیم شدند. گروه اول به طور مستقیم وارد اصفهان شد، اما گروه دوم در همدان و ساوه چند ساعت توقف کردند و سپس راهی اصفهان شدند. تیم اول دوباره مثل اول بود، محسن و محمد اول میرفتن و تیم دوم من و وفا. توی همدان 4 تا نقطه گذاشته بودن که ما باید با پا اونا رو میگشتیم و حفظ میکردیم که اگه از اون راه برگشتیم بدونیم کجا وای میسیم و بعد از اون باید به سمت ساوا میرفتیم. 2 تا نقطه دیگه اونجا بود، اونا رو میگشتیم. با انجام این مأموریت ها بالاخره گروه دوم هم از همدان راهی اصفهان شد تا مرحله بعدی عملیات آغاز شود. حالا پشتیبان های عملیات باید یکی یکی ظاهر می شدند. اولین پشتیبان فردی بود که تحت پوشش اجاره خانه برای جهانگردان خارجی یک خانه را برای آنها اجاره کرده و کلید را پشت پلاک گذاشته بود. یه مکانی که خونه امن ما توی اصفهان اونجا بود و روی سیستم ویندوز قرمز برای ما فرستاده بودن و ما اونو گذاشته بودیم داخل سامسونگ و طبق اون مسیریابی کردیم تا اینکه رسیدیم به خونه. این 4 نفر در خانه مستقر شدند و حالا باید در یکی از پارکینگ های اصفهان به کمک پشتیبان بعدی 2 خودرو برای تردد تحویل می‌گرفتند. در واقع پشتیبان مأمور شده بود تا به اسم خودش ماشین ها را خریداری کرده و در اصفهان تحویل تروریست ها بدهد. کار خرید و فروش ماشین انجام میدم تهران. توی بهمن 1400 یه پیامی توی واتساپ به من داده شد با یه سرشماره خارجی که برای کشور پرتغال بود. به من گفتن که می‌خوایم برای ما توی تهران کار خرید ماشین انجام بدی به صورت نیابتی. تو صحبتایی که می‌کردیم گفتم کارتون چیه؟ کجا هستید؟ گفت من تو کشور پرتغالم. اونجا یه شرکت داریم، دستگاه‌های حفاری می‌خریم. می‌خوایم بیایم ایران کارمون رو توی ایران ادامه بدیم. ماشین رو خریدیم و وکالت رو به اسمشون زدیم و ایشون به من گفت که عکس طول و عرض اتاق رو برای من بفرست. گفتم برای چی میخواید؟ گفت میخوام چون بار داخلش میذاریم، بارمون ارتفاعش بالاست، من یه چیزی طراحی کنم برای پشت این بسازی که ما بتونیم بارامون رو بذاریم توش رو چادر بکشیم. بهمون گفتن ساعت 9 صبح بریم پارکینگ مشکات و اونجا از یه میسم نامی یه خودروی کارا و یه خودروی پرشیا رو تحویل بگیرید، فقط تحویل بگیرید، پول و اینا همه پرداخت شده. بعد از تحویل خانه و ماشین حالا باید تلفن‌های همراه را هم تحویل می‌گرفتند. آنان برای هر کاری از یک تلفن جداگانه استفاده می‌کردند. روی یکی از این وبسایت‌ها که فریلنس مپ هستش، یه دفعه یه شغلی رو دیدم که به نظرم شغل تحقیقاتی اومد و فکر کردم میتونم انجامش بدم و رزومه‌مو براشون ارسال کردم. اونها با من تماس گرفتن، گفتن که رزومم مورد قبول واقع شده و اینکه بعد دوباره با من تماس میگیرن. پس از پایان دوره بازخوردگیری این زوج باید تلفن‌ها را به یک نفر در اصفهان تحویل میدادند که در واقع یکی از 4 عضو گروه تروریستی بود. یه روز به من گفتش که همسر دوستش الان تو این فاصله ایرانه، مثلا فلان روز فلان جاست و سعی کنین گوشی‌ها رو به دستش برسونید. بعد اینکه ماشینا رو تحویل گرفته بودیم فکر کنم روز بعدش بود که یه دستورالعمل اومد. یه تاکسی از تهران میاد، تاکسی سمند زد رنگ با شماره پلاک تهران. اون با یک زن حرف میزد، بهش میگفت خانم مهندس. خانم مهندس با من حرف زد و فکر میکنم با
اونا هم حرف زد و تایید رو گرفتن که تلفن‌ها رو تحویل من بدن و من تلفن‌ها رو تحویل گرفتم. این گوشیایی که تحویل گرفتم از آقای بی نرم افزاری مثل واتساپ و اینا داخلش نصب بودن که بتونیم صحبت کنیم، سیم کارت هم داخلشون بود و اون تلفن‌ها برای شب عملیات بود، یعنی در خونه نباید از آنها استفاده میشد. هیچ یک از این سه گروه، یعنی کسانی که خانه، خودرو و تلفن‌ها را فراهم کرده بودند، از ارتباط این افراد با موساد خبر نداشتند، اما به طمع پول حاضر شده بودند دست به کارهای غیرعادی بزنند. اما پشتیبان بعدی کاملا با افسران موساد هماهنگ بود. راننده نیسانی که پیشاپیش خانواده خود را از کشور خارج کرده و برای روز عملیات بلیت پرواز خارجی گرفته بود، از یکی از شهرهای کوچک استان اصفهان تعدادی مبل، 2 اسپیکر بزرگ و چند ساک ابزار را به یکی از مناطق اصفهان می‌رساند. اون سایپایی که سایپای آبی رنگی که از تهران، پلاکش از تهران بود و دسته جوان بود، وسایل و آورد. از اونجا منتظر می شدن با علامتی که یه حول روی آینه ماشین باشه که نفر خودش و نفر دیگه اونا به اسم مستر ای تمام وسایل تجهیزاتی مثل 5 تا مبل بود که توی همشون بمب بود و کابلای انفجاری و فتیلای انفجاری و یه دستگیره‌ای داشت که فتیله مواد منفجره بهش وصل میشد. این دستگیره می اومد از بالا و داخل این قسمت پلاستیکی قرار می گرفت. داخل ساک‌های ابزار یک دستگاه چکاننده ماهواره بمب هم وجود داشت. برنامه اصلی این بود که این افراد فقط بمب‌ها را کارگزاری کرده و سپس این بمب‌ها به وسیله ماهواره فعال شوند. داخل اسپیکرهای تحویل شدم تعدادی کلت گلک با شماره سریال مخدوش و صدا خفه کن پنهان شده بود. وسایل رو به ما تحویل داد و اونا به ما گفته بودن که یه شارژر کامپیوتر، یه مقدار آثر که نمیدونم برای چی بود و یه عروسک که داخلش جی پی اسه به اون بدیم. ما اون وسایل رو به این راننده سایپا دادیم و ما قبل از اون پارک رو ترک کردیم. تا اینجای کار همه چیز بی‌نقص و طبق نقشه پیش رفته بود. هر 4 نفر در نقطه مورد نظر مستقر شده و بمب‌ها را هم دریافت کرده بودند. تنها یک مرحله از کار مانده بود و آن جاگذاری بمب‌ها در داخل مرکز حساس صنعتی بود. دیوید بارنیا رئیس موساد از نزدیک تحولات را بررسی می‌کرد. جاسوسان موساد حتی روی تیتر خبر عملیات بزرگ در ایران کار می‌کردند تا رسانه‌های جهان این خبر را به نقل از منابع آگاه منتشر کنند. وقت شروع عملیات بزرگ رسیده بود. روی دستگاه ویندوز قرمز برای 4 تروریست مستقر در اصفهان دستور آغاز عملیات را در 2 گروه جداگانه صادر کردند. با صدور این فرمان حافظان امنیت در ایران حالا باید اقدام به دستگیری می‌کردند. بقیه اعضای تیم‌های پشتیبانی که در تهیه تجهیزات کمک رسانده بودند نیز یکی پس از دیگری بازداشت شدند. در تمام این مدت صهیونیست‌ها متحیر مانده بودند که چه اتفاقی افتاده است، از کجا ضربه خوردند. در راهروهای موساد همه با شک و تردید به یکدیگر نگاه می‌کردند. زلزله در ارکان موساد آغاز شده بود.
همه می‌دانستند معنای این ضربه چیست. بلافاصله پس از ضربه دیوید بارنیا رئیس موساد که به جای افتخار یک لکه ننگ در کارنامه آغاز کارش به جا گذاشته بود، رئیس میز ایران در موساد را که 5 سال در مقامش بود برکنار کرد. رسانه‌های غربی تا 3 هفته خبر برکناری‌ها در موساد را پنهان نگه داشتند تا بالاخره این خبر را به شکل خبر انتصاب اولین رئیس زن میز ایران در موساد پخش کنند. با شکست عملیات بزرگ موساد، وزارت اطلاعات در 2 بیانیه ماجرا را برای شهروندان ایرانی روشن کرد. وزارت اطلاعات از دستگیری شبکه‌ای از سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در کشور خبر داد. بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، شبکه‌ای از عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی که از طریق یکی از کشورهای همسایه با عوامل سازمان جاسوسی تروریستی موساد در ارتباط بوده و از اقلیم کردستان وارد کشور شده بودند، در عملیات چند مرحله‌ای و پیشدستانه سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به دام افتادند. بلافاصله BBC فارسی، ایران اینترنشنال و سایر رسانه‌ها دست به کار شدند تا خبر پیروزی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را محو کنند. ببینید، همونطور که اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب ما به روشنی گفته، این اتهامات بی اساس و ادعاهایی است مثل بقیه ادعاهای دروغین جمهوری اسلامی. ما قویاً این رو تکذیب کردیم. با وجود سابقه دور و دراز مزدوری کمونه برای صهیونیست‌ها، عبدالله مهتدی سرکرده این گروهک در مصاحبه‌ای با ایران اینترنشنال هر نوع ارتباط بین کمونه و موساد را کتمان می‌کرد. گفتیم که شما چرا به ما توضیح ندادید این سازمان چی هست؟ چون به ما دروغ گفته بودن. گفت میدونستیم، اگه از اول میگفتیم قبول نمی‌کردیم. گفتیم خود چرا داری با ما بازی می‌کنید؟ گفت ما آینده شما رو می‌خوایم، ما هدفهای بزرگی برای شما داریم، شما میتونید برای کومله مثل گنجینه باشید. تو همه تمرینا و آموزشایی که ما میرفتیم آفریقا، یه نماینده از کومله همیشه توی تمرینا و ملاقاتایی که با موساد داشتیم شرکت داشته. جاسوسان موساد ابتدا این تصور را می‌کردند که عملیات بزرگ اگر شکست بخورد به خاطر اشتباه میدانی تروریست‌ها خواهد بود. اما سوالهایی که در موساد بی جواب ماند این بود که آیا این عملیات و همه افسران درگیران از همان لحظه شروع در تور اشراف اطلاعاتی ایران قرار داشتند؟ آیا تروریست ها در تمام مدتی که در منزل امن خودشان در اصفهان بودند باز هم زیر نظر سربازان گمنام رصد می شدند؟ و یا در تمام مدتی که تروریست ها در خیابان های اصفهان مطابق دستورالعمل های افسران موساد با تغییر قیافه راه می رفتند، آیا دوربین های امنیتی ایران آنان را زیر نظر گرفته بودند؟ זה העולם שלי, זאת השליחות שלי, אולי גם שלך. اما افتضاح بزرگتر برای صهیونیست‌ها این بود که در جریان همین عملیات بخش بزرگی از شبکه جاسوسی موساد در منطقه برای سازمان‌های اطلاعاتی ایران آشکار شد. برای همین بود که دیوید بارنیا بعد از شکست عملیات بزرگ تمام میز ایران در موساد را کنار گذاشت، چون رژیم اشغالگر قدس دیگر نمیتوانست نسبت به سلامت امنیتی هیچ یک از کارکنان این میز مطمئن باشد. حتی این احتمال هم میرفت که خود بهراد یا یکی از افسران نزدیک به او در پوشش فرمانده عملیات از منابع اطلاعاتی ایرانی ها بوده باشد. با شکست بزرگ، رخنه کردن ترس و وحشت در عمق موساد فقط به میز ایران محدود نماند. هراس بزرگتر اما از آن کلیت رژیم صهیونیستی است که با این میزان از نفوذ ایران در عمق موساد نمیتواند از آینده موجودیت خود مطمئن باشد. و این همان عملیات بزرگی است که سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با لطف خداوند و توسل به خاندان عصمت و طهارت توانستند در عمق موساد اجرا کنند.